خب این فورتنایت اینجا میپرم. آره همینجا. بدو 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 سود باش سود باش. کسی یه نفر اومد. داشتم گفتم کسی نمیاد. همون موقع که گفتم کسی نمیاد یه نفر اومد. این شانس ما رو ببینید. 2 نفر. بده بده یه شاتگان. بده یه شاتگان بده. خیلی خوبه. بودو 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 بودو. اینجا انمیه. اینجا هم یه انمی هست. ازم از اینجا نه نمیرم و حالا میرم. شاتگان اونم جور شد. شیلم داریم الان دیگه قشنگ خیالم راحت. شیل کم داریم ولی داریم. نموندش منو میزد. نه بودو 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 بودو. ای بابا اشکال ندارم. از اونجا میرم بالا. بودو 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 بالا. برو برو بالا. برو برو. اوه شیلمونم کامل جور شد. بخور بس. چه؟ چیزه یادم رفته اسمش چی بود؟ وای یادم رفته. ای بابا لایت سرور. فکر کنم اون سفینه شبیه اینه. چه نمیره. آها برو تو برو تو. آدم اینجاست. بدو بکره میتونی از اوه چه خوب. من ندیدم اونو. الان میرم میکشمش. حسابشو میرسم و خالیش میشه از دست من. فرار نکنه. ولی یه دفعه اومدم پشتش. این اسمش چی بودش؟ این اصلا اسمشو یادم رفت. میدونم اسمشو یادم رفتش. نمیدونم. یادم رفت. باید سفینه فضایی در سلام دنبال من نیست. خوبه من میرم. بودو پروازی با ماشین کرد. سفینه رو برم بعد میرم با اونایی که حتی فکر نکنم دارسیده رو بتونم بگیرم. اونایی که باز رو کشن با نمیزیکشون گرفتن رو بگیرم. دارسیده رو شاید نتونم. خدا ای سفینه فضایی یا خدا ول کن. برو فقط برو.
در رو فقط اینجا فکر کنم بمیرم. وای خدا افرین فضایی کی میاد؟ این از کجا داره منو میزنه؟ چطوری منو میزنه اصلا؟ وای سفینه فضایی کجاست؟ اون بره. بودو به خیلی نزدیکه. بودو خیلی نزدیکه. بودو یه ماشین بده، من زود بهش رسیدم. یه ماشین بده، یه ماشین. در رو وای چده نمیجاست. وای نمیرسم به سفینه. رفت تو نمیرسم. یا خدا من میخواستم برم اون تو، ولی بچه تو ویدیو بعدی حتما میرم تو سفینه فضایی، سعی میکنم برم. وای بزرگه بچه، تو ویدیو بعدی سعی میکنم برم تو سفینه فضایی. از کجا میرم؟ من باید برم زیرش. چرا این که منو میزنه؟ با ماشین زود میرم. ولی چه بزرگه، مثل جزیره فورتنایت رو فکر کنم گرفته. بیشتر کلشو نه خیلی کمشو گرفته. مثلا یک چهارمشو گرفته. من چهارش شو کم، خیلی بزرگه. بودو چند دقیقه؟ 10 ثانیه دیگه. باش برو 3 2 1. خب بودو الان کسی که اون سفینه فضایی رفته رو من میکشم. خدا درم سنگا رو میکنم. در رفت ویدیو بعدی حتما سعی میکنم این سفینه رو برم. اینجا بودیم چه رو هنوز باز نکردم. سوال دارم من چرا انمی های میکشم و میکشم رو نگرفتم؟ خدایا چیز خوبه. آجی لایت سرور رو ببینین، مثلا اینجا وایستدی ماشین رو پرت کرد اون وقت. یه چیز دیگه هم هست خیلی بالا. این تو زون یه بالا یا خدا بس نمیدونم. اینجا دارسیدرم کشتن فکر کنم. دارسیدره یه هوش مصنوعیه که میتونی باش حرف بزنی. بعد اون کسی که شمشیرشو داره یکم قویه. اینجا بذار قاطعگیرش کنم. اینجا فکر کنم کسی کشتن. وای خدای در رو چجوری منو زد؟ وای
بکشم بنده خدا رو. خب این حواسش پرته. بودو اینجا یکی رو کشتم. لوتش افتاده؟ نه یکم. آره من 2 نفر رو اینجا کشتم، ولی چه لوتایی بودن و ور نداشتم. یا خدا 16 نفر موندن. این دست رو فکر کنم وین بزنیم. آره بودو. ولی چجوری منو زد؟ من از اینا نیاز دارم. چرا بیگم بردارم؟ یه کدوم بردارم؟ شیت چرا انقدر کم دارم؟ نگو این نیست اصلا. خدایا بودو که وقت نداریم الان. زوم میاد بدبخت میشم میرم. این چی بود؟ میپرسیم اونو چرا برنمیدارین. الان که اصلا میتونم سوال جواب بدم. آجی باش بپریم اینطوری دمیج نمیخوریم در هر شرایطی. من باید برم اون بر. وای از هر دو طرف سفینه داره میاد. من این ور میرم. واسه ببینم اینجا باید برم. خدایا سفینه رو باید بکشم بعد خودم خلبانش بشم. واسه برم این تو از اینا رحمان باشم. این همه شیزا میخوره. خب اون حواسش پرته. الان بهترین موقع برای سفینه است. اول برم اون بکشم. اینجا نیا. آی رفت. وای خدایا. ولی فقط گانامونو ببینیم. 11 نفر موندن. این دست رو اگه خدا بخواد وین میکنه. اینو 2 بار گفتم آره اینو 2 بار گفتم. من چون حواسم نیست از یه چند تا انمی اونجا. باید ببینم منو میبینین؟ باز به خدا امروز هیچی حواسم نیست. نه لوتایی که انمی ها رو کشتم و برداشتم، نه اصلا نمیدونم چرا امروز وای در رو نه فکر بدی بود.
وای چه هلی الان واسه من این به خاطر میگم الان میخوام چیز اینم اسمش یادم رفت خدایا متکیت بزنم بعد حواسم پرت شد نزدم کلا حواسم پرده ولی چه خوب داریم پیش میریم ما نه زونم چقدر کوچیک شده بدو 6 نفر موندن بدو وای سفینه از این سفینه متنفرم 5 نفر سفینه کجا سر رو فقط ماشین با این ماشین خیلی خوب پیش میرم ببین سفینه رو اگه بزنن بیفته خیلی خوبه بس وای اینجا میرم اینه 4 نفر بودن اینو بزنم 3 نفر ولی گانا میتیک داشت ولی چه چیزایی هم داشت این بهتره یا اینو برمیدارم 3 نفر موندن البته یکیش منم 2 نفر رو بکشم موندن وای با همین ماشین میرم 2 نفر موندن حاجی این دست رو وین کنم خیلی خوب گفتم من پیش بینی میکنم همه رو من تو زون باشم با همین ماشین نباشه تو زونه وای دیدمش میزنمش یه بینه خوشگل وای چه استرسی کشیدم خدای من یه بینه خوشگل خب بچه لایک و ساب یادتون نره زنگولم روشن کنین تا هر وقت ویدیو گذاشتم براتون بیاد و تا ویدیو بعدی خداحافظ